در شهری از شهرهای فارس پسرکی زندگی میکرد که علاءالدین نام داشت. پدری او موزدوز کمبغلی بود و از دنیا گذشت و مادرش از صبح تا شام از پخته ریسمان میبافت تا زندگی خود و فرزندش را تأمین نماید. باری در کوچه علاءالدین با درویش جهانگردی واخورد. آن کوه بلند را میبینی؟ به قله کوه اشاره کرد درویش. در آن کوه گنج نهان است که نصیب پسرکی باید شود که علاءالدین نام دارد. هنگام غروب آفتاب درویش و علاءالدین به دامنه همان کوه آمدند و درویش گلخن افروخت و با آتش یک کف خاکه را پاشید و همان زمان دود غفصی از گلخن به آسمان پیچید. من دعا می خوانم، زمین دو دران می شود، اما تو نترس و به پایان فرا. گفت درویش از پیشت اینس و جنس حیوانات درنده می برایند و به تو تهدید می کنند، اما تو نترس، آنها به تو ضرری رساندن نمی توانند. تنها کوشش کن که پیرزنی به تو دست نرساند، وگرنه به سنگ سیاه مبدل می شوی. گفت درویش از گنجینه زیر زمین تنها چراغ میسین را بگیر، چراغ کهنه میسین را. انا این انگشتری تو را از خطرها حفظ می کند. گفت درویش و انگشتری را به پسرک داد. درویش با آتش خاکه پوشید و به دعاخانه در آمد. همین زمان زمین جنبید و رعد غرید و زمین از هم درید و زینه پایه نمودار شد که به پایان می برد. پسرک با این زینه ها به پایان فرامد. در پایان دری آهنین پیدا شد. علاءالدین در را باز کرد و داخل خانه شد. از کجای زنگی پوست پلنگ پوش پیدا شد و به علاءالدین در افتاد. شمشیر زنگی به تن علاءالدین رسیدن زمان زنگی به زمین افتاد و جان به جان آفرین سپرد. علاءالدین راهش را دوام داد. در پیش دری دوم نمودار شد. این در را کشاده علاءالدین در جایش شخ شد، زیرا در آستانه در شیر بدهیبتی می خوابید. شیر جوان را دیدن زمان به سوی او حمله کرد، لیکن پنجه او به تن علاءالدین رسیدن زمان شیر نیز به پای او افتاد و جان داد. دری سیوم پدیدار شد. علاءالدین در را گشاد و دو مار بزرگ پیچان به سوی او خزیدند. از ترس علاءالدین می لرزید، اما مارها هم به تن او رسیدن زمان بی جان به زمین افتادند. علاءالدین می دانست که این قدرت انگشتری است. دری خانه چهارم را گشاده دید که کمپیر پیر نشسته است. به نظر علاءالدین چنین نمود که او مادرش است. دست دراز کرد و به یادش آمد که
اگر این کمپیر به او دست رساند او به سنگ سیاه مبدل می شود. در حال دستش را عقیب گرفت. پیرزن به دود مبدل گشت و ناپدید شد. علاءالدین در پنجم را دید. این در را گشود و جوان به باغ سرسبز و خرم پای نهاد. هوای باغ از عطر گلها معطر، زیبایی اطراف چشم می ربود. در راهروهای باغ سنگ‌های قیمت‌بهای زیادی در نور آفتاب شعاع می‌دادند. علاءالدین کلاهش را از سرش گرفت و از سنگ چه‌های زیبا پر کرد و آن را به میانش بست. علاءالدین روی به سوی خزینه نهاد. در خزینه گنج دنیا فراوان بود. تنگه و طلا، طبق و کوزه های طلایی، پیکره ها و صندوق های جواهرات چشم می ربودند. اما علاءالدین به این همه نگاه نمی کرد. او در عمرش طلا را ندیده بود و نرخ آن را نیز نمی دانست. او چراغ کهنه را می کافت. علاءالدین چراغ مسین کهنه را پیدا کرد. او چراغ را گرفت و با عذاب از زینه ها بالا آمد. بابا کلاه را بگیر، بعد دستت را بده، یاری ده تا من از اینجا بیرون برایم، داد زد علاءالدین. درویش راضی نشد. او چراغ را میخواست. چراغ را میگیرم و میروم. بگذارین بچه در همین چاه بپوسد، فکر میکرد درویش. اما پسرک چراغ را نداد. اگر چراغ را ندهی در همین چاه میپوسی، داد زد درویش با خشم و غضب و از آنجا رفت. زمین به هم می آمد و چاهی که در آن علاءالدین بود تا رفت تنگتر می شد. بابا کمکم کن، من اینجا می میرم، فریاد زد پسرک و ناخواست انگشترین دستش را لمس کرد. این زمان زمین لرزید و از زمین دود پیدا شد و به شکل جینی بدهیبت در آمد. من دهنش، پسر کشکش، غلام آن کسم که انگشتری در انگشتان اوست، گفت جین. چی خواهش داری خواجه من؟ علاءالدین تمام قوتش را جمع کرد و پیچی راست زد. مرا به بالا به خانه امون رسان، و در یک میشه زدن او خود را در نزد دروازه خانه شان دید. در خانه علاءالدین هرچی از سرش گذشت به مادرش نقل کرد. بچه بیچاره من، گفت مادر، تو خسته و گرسنه ای، اما در خانه چیزی نیست که خوراک بپزم. زیق نشو مادر جان، چراغ مرا می فروشیم و خوراک می خریم. مادر چراغ را به صحن حولی برآورد تا آن را از گرد و چنگ تازه کند. اما همین که چراغ را تازه کردنی شد، زمین لرزید و جینی بدهیبت پیدا شد. زنی بیچاره فریاد زد و بیهوش شد. از فریاد مادر علاءالدین دویده به حولی برآمد و چراغ را از زمین برداشت. جین آواز برآورد. من میمون ابن شمخونم،
هر کی صاحب چراغ باشد من غلام اویم. بفرمای خواجه من چی خواهش داری؟ مرغ بریان و خوراک‌های با لذت می خواهم، گفت جوان و همان زمان خواهشش اجرا شد. دسترخوان پرناز و نیمت، در کاسه و طبق‌های زرین، انواع خوراک‌های با لذت در اختیار او و مادرش بود. پس از چند روز انواع خوراک تمام شد و علاءالدین طبق زرین را به بازار برد و فروخت و باز خوراک خرید. همین طریق اگر در خانه‌شان چیزی لازم شود، جوان یک طبق زرین را به بازار می برد و می فروخت. باره او در بازار نازنین دخترش سلطان بدر را دید. جوان عاشق شد. زیباتر و دلرباتر از او نیست، فکر میکرد جوان. میخواهم او همسر من باشد. مادر جان، برو و او را برای من خواستگاری کن، التجا کرد جوان. در کجا دیده ای که پسری موزدوز دختر سلطان را گرفته باشد؟ این خیال خام را از سرت دور کن پسرم، گفت مادر. حال جوان عاشق بد می شد. دل مادر به حال او سوخت. روز او طبق زرینی را گرفت و از سنگ های قیمت بهایی که جوان از زیر زمین آورده بود پر کرد و بالایش را با روی مالک شاهی پوشانید و به قصر شاه رفت. عالم پناها، این تحفه از پسرم است، او دختر تو را می خواهد، گفت مادر و روی مال شال را از روی طبق برداشت. اهل دربار به حیرت آمدند، زیرا چنین سنگ های قیمت بهای زیبا در خزینه شاه نبود. اما سلطان شرط گذاشت، به پسرت بگوی که از این طبق و سنگ های قیمت بها 40 تا با 40 غلام و 40 کنیز بفرستد. شاه میخواست بداند که آیا جوان در حقیقت هم داراست یا نه. مادر امر سلطان را به علاءالدین رساند. آه پسرکم، از کجا میابی این همه را؟ علاءالدین چراغش را به دست گرفت و آن را لمس کرد. چی میفرمایی خواجه من؟ دود غفصی پیدا شد و به جین مبدل گشت. به من 40 طبق زرین، 40 کنیز ماهرو و 40 غلام لازم. روز دیگر در شهر هنگامه شد. 40 کنیز ماه رخسار، 40 طبق زرین پر از سنگ قیمت بها بر سر خرامان می رفتند و 40 غلام شمشیردار با آنها و پیشا پیش این همه مادر علاءالدین با فخر قدم می زد و به قصر شاه می رفت. آها، من راضیم نازنین دخترم را به پسر تو دهم، اما بگذار او به نزد من آید، می خواهم او را ببینم، گفت شاه. علاءالدین از جین خواهش کرد که به او اسب زیبا، 1000 دینار، سر و لباس خوب و 48 خدمتگار دهد. وقتی که با این همه کر و فر او به نزد شاه آمد، وزیران شاه او را پیشواز گرفتند و خواستند جشن عروسی بیارایند. کمی صبر کنید، گفت جوان، من برای شاه دختر قصر می سازم. صبح
پادشاه از تیریزه به بیرون نگریست و دید که قصر زیبای قامت افراخته است. شاه بزمی آراست و علاءالدین و شاه دختر را عروسی کرد. اکنون علاءالدین با همسر و مادرش در قصر زیبا زندگی میکرد. درویش باشد در افریقا در ریگ ساحل فال انداخت و دید که علاءالدین چراغ را صاحبی کرده است و خوشبخت است. درویش به شهر علاءالدین به نزد استای چراغ ساز آمد و گفت 10 چراغ مسین بساز و چند پولی که خواهی بگیر، اما زودتر بساز. درویش چراغ‌ها را به بازار برد و فریاد میزد چراغ‌های نو، چراغ‌های نو و یلقاسی با چراغ‌های کهنه عوض میکنم. کنی بیارید چراغ‌های کهنه تان را. مردم زیاد جمع شدند. علاءالدین در خانه نبود، او به شکار رفته بود. شاه دختر وقتی که آواز درویش را شنید چراغ کهنه را به خدمتگار داد و فرمود که آن را با چراغ نو عوض کند. درویش چراغ را عوض کرد و زود از شهر بیرون رفت. درویش چراغ سحرناک را لمس کرد و جین پیدا شد. قصر علاءالدین را با همه خدمتگارانش و شاه دختر به افریقا به باغ من بر، مرا نیز امر کرد درویش. صبح شاه بیدار شد و دید که از قصر دخترش نام و نشانی نیست. دخترک من کجاست؟ قصر کنی؟ علاءالدین را به اینجا آرید، من سرش را از تنش جدا میکنم، امر داد شاه. علاءالدین این زمان از شکار برمیگشت. خدمتگاران شاه علاءالدین را دست بسته به نزد شاه آوردند. مردم شهر که علاءالدین را دوست می داشتند خوبی ها و دست کشادی های او را خوب در یاد داشتند به کوچه های شهر برآمدند و به نشان اعتراض جمع شدند. فرستاده آنها به نزد شاه آمد و گفت شاهم، اگر علاءالدین را آزاد نکنید مردم آمادن قصر شما را به خاک یکسان کنند. شاه از غضب مردم ترسید، علاءالدین را آزاد کرد، اما خواهش کرد که دختری او را بیابد. علاءالدین از غم و اندوه و ناتوانی رنج می کشید و در ساحل دریا نشسته به فکر فرو رفت. ناگاه به خاطر او انگشتری رسید. انگشتری را لمس کرد و دهنش جین پیدا شد. قصر مرا به جای اولش برگردان، امر داد علاءالدین. خواجه من، این قصر را تنها صاحب چراغ می تواند بازگرداند. گفت جین. نباشد مرا به آن قصر بر، امر داد علاءالدین. در یک چشم پوشیدن علاءالدین خود را در نزد قصر دید. به قصر وارد شد و دید که همسرین نازنینش تلخ تلخ اشک می ریزد. شاه دختر علاءالدین را دید و تمام آنچه از سرش گذشته بود به او نقل کرد. چراغ را
درویش در کجا نگاه می دارد؟ پرسید جوان. او از چراغ لحظه هم جدا نمی شود، گفت شاه دختر. علاءالدین به شاه دختر داروی بیهوش کننده ای را داد و خواهش کرد که آن را به درویش خوراند. شاه دختر دارو را به شراب انداخته به درویش داد. علاءالدین چراغ را یافت و از جین خواهش کرد که قصر را با شاه دختر و تمام داراییش به کشور فارس برگرداند. جین این امر او را اجرا نمود. اکنون علاءالدین با شاه دختر زیبا و مادر عزیزش در قصر زندگی خوشی را به سر می برد.